سمنو یا همون سمنک یکی از سینای سفره 7 سینه که با جوانه گندم تهیه میشه. سلام، سعید بانو هستم با آموزش این سمنوی خوشمزه و خوشرنگ در خدمت شما. برای دیدن آموزشش تا پایان با من همراه باشید. ابتدا نصف لیوان گندم رو خوب پاک کنید و به مدت 2 روز داخل آب بذارید تا به این صورت نیش کنه. وقتی به این صورت گندم‌ها جوانه زد به سبد منتقل کنید. روزی چند بار با آب فراوان اون رو بشویید تا ترش نشه و بو نگیره. با آب خیلی سرد هم نشویید که به گندم‌ها شوک وارد میشه. یه دستمال خیس هم همیشه روی گندم‌ها قرار بدید. بعد از 3 روز گندم‌ها به این صورت رشد میکنن و بلندتر میشن. گندم‌ها نباید از غلاف نقره خارج بشه و خیلی سبز بشه چون سمنو تلخ میشه. بعد از 3 روز گندم‌ها رو از هم جدا میکنیم و داخل مخلوط کن میریزیم و با 4 لیوان آب اونو میکس میکنیم. وقتی خوب میکس شدن روی یک پارچه بریزید و شیره اون رو بگیرید. با فشار دست کامل شیره جوانه گندم رو بگیرید. خوشحال میشم برای حمایت از من ویدیومو لایک کنی، کانالمو سابسکرایب کنی و زنگوله کناریش هم فعال کنی تا از ویدیوهای بعدی من مطلع بشی. اگه نظر یا انتقادی هم داشتی حتما برام کامنت بذار. میزان دقیق مواد رو داخل دیسکریپشن می‌نویسم، پس حتما ببینید. حالا 1.5 لیوان آرد رو داخل قابلمه بریزید و یه مقدار آرد رو تفت بدید تا بوی خامی اون گرفته بشه و یه کوچولو رنگش تغییر کنه. وقتی آرد رو تفت دادید از قابلمه جدا کنید و دوباره علک کنید و داخل قابلمه بریزید. سپس شیره جوانه گندم رو آروم آروم بهش اضافه کنید و با همزن هم بزنید تا یک دست بشه و گوله های آرد باز بشه. ابتدا حرارت یه مقدار زیاد باشه و مدام هم بزنید تا به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد حرارت رو کم کنید و هر از